قبلا در مورد قفل کردن برنامه‌های آیفون ما ویدیو نشر کرده بودم، چون سافتویر آیفون iOS آیفون هر روز اپدیت شده میره. طریقه استفاده برنامه‌ها هم، طریقه استفاده قفل کردن برنامه‌ها هم تغییر میکنه. در این ویدیو به شما طریقه جدید قفل کردن برنامه‌های آیفون را میگم، بیاین که انجامش بدیم. اپلیکیشن شورتکت را باز بکنیم، با گزینه اتوماسیون لمس بکنین، بالای پلاس یا جمع پایین بیاین، بالای اپ لمس بکنین، گزینه رن امیدیتلی را انتخاب بکنین، بالای چوز اینجا نوشته بکنین فوتوس را انتخاب بکنین، بالای دن، بالای اپ که دوباره بزنین 1 یا 10 برنامه دیگر را همچنان شما میتونین انتخاب بکنین، مثلا پیام ها، اینستاگرام، ایمیل ها. بالای دن لمس بکنین، 5 برنامه در اینجا اضافه شد ببینین. بالای نکست، بالای نیو بلانک اتوماسیون لمس بکنین، بالای اد اکشن در قسمت نوشته کنین لاک اسکرین را انتخاب بکنین، بالای دن. حالا هر یک از برنامه ها را که